سلام دوستان، خسته نباشید. این صفحه اصلی حسابداری قلمپر هست. صورت حساب میریم، مشتری فرضی تستی داریم، تست 3 مثلا، تست 4 فرق نمیکنه هر کدوم باشه. تست 3 رو میزنیم. مثلا هم یه فروش بزنیم. الان این واکنشش تا اینجاست. یه تست انجام بدیم رو خرید فروش رو چگونگی صورت واکنش رو صورت حساب لیر میزنیم. 100,000 لیر فرضاً 1900 تومان در برابر تومان زنی باشه. سیستممون چون رو دلاری زدیم رو زیانش رو بر دلاری میزنه. برای قیمت یکی از این ارزها رو بنویسیم چون سیستممون رو دلار هست. اگه یه طرفش دلار باشه دیگه اینو نمیخواد. ثبت میزنیم، میره رو ردیف موقت، ثبت نهایی. این سند رو میبندیم، یه نگاه بکنیم اینجا. خودش آپدیت زد. فروش 100,000 به قیمت 1900. 100,000 مشتری رو استانکار کرده. مبلغ تومانیش هم 190 میلیون بدهکار کرد. قبلا که 30 تومن بدهکار بوده، جمعا 220 تومن. بعد واسه انتقالش هم مثلا مشتریمون فرزن واریزی داشته، تومان رو تست 3 فرزن واریز میزنه به حساب تست 4. شماره سرم اسمش مثلا علی هست. ثبت میزنی. میتونی ردیف دیگه بزنی. اینا رو میتونی قفل کنی افرادو که دیگه همه اگه تراکنش تکراری بود اینا رو قفل میکنی که دوباره جستجو نزنی. اون کل مبلغی مثلا اگه فیش داشتی 1 میلیارد هم که میزنی مانده ها رو حساب میکنی. اینا هم شرح کل سیستم. اگه یه شما حساب 1 میلیاردی دادی به نفر، خودت اینجا رو پر میکنی. بعد ثبت نهایی میزنیم. سند کنار بره اینجا. سند و 120 رو ثبت کرد. 100 الان بدهکاره. یعنی تراکنش هر دو ارزو همزمان انجام میده رو صورت حساب مشتری.